масъулини кумитаи кор бо занон ва оила гуфтанд аз тарҳи тағйиру иловаҳо ба кодекси оилаи тоҷикистон ки барои нафароне ки бадалагӣ ва ташкили фоҳишахонаҳо гуноҳгор дониста мешаванд ҷазоро сангин мекунад, пуштибонӣ мекунанд. Абчунин масъулони кумитаи кор бо занон ва оила гуфтанд чанд пешниҳоде ҳам дар ин росто ба парлумони кишвар ирсол карданд ва яке аз чунин пешниҳодҳо ин будааст ки барои мардон низ ҷазо таъин карда шавад, зеро ба гуфтаи масъулини кумита муштариёни чунин марказҳо мардон ҳастанд. من فکر میکنم که اینجا تنها زنها گناهگار نیستن، مردها هم گناهگار هستن، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد وای هیچ وقت همونجا نمیرود. طرح اصلاح قانون اویلا جزای محروم کردن از حقوق پدری و مادری را برای دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها پیش بینی میکند. شورای مجلس نمایندگان طرح اصلاح قانون را روز 11 ینور بررسی کرد و انتظار می‌رود وکیلان در آینده نزدیک آن را تصویب کنند. یک روز برای وای کی میتیند؟ مردم میتیند. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان روز 17 فوریه در نشست خبری گفت مردم با عنوان مشتری در عمل تنفروشی زنان گناهکار میباشند. هنگام ریدهای مشترک ما از وقتی که صحبت میکنیم با همون زنان جای کار با اونها پیشنهاد میکنیم، میگیم که خیلی بیایید تا شما جای کار تعیین میکنیم. و یا میگن که شما جای کار چند قدر خیلی از 400 سر میشود، 600 800، چون که او معلوماتی کذایی ندارد، لیکن باید روزی نمیشود. میگوید که من این مبلغی که شما پیشنهاد میکنین در یک روز مییابم. مسئولین کمیته کار با زنان و اویلا به این باورند که تلاش محروم کردن والدان از حق پدری یا مادری میتواند تنفروشی را در تاجیکستان کمتر کند. سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان میگویند محروم کردن کسی از حق پدری و مادری باید اساسناک کرده شود. برای دلخواه کودک مادرش فرشته است. بسیار وقت همین کودکان نمیدونند که مادرهایشان با چی کار مشغول هستند و وقتی که اگر این قانون جاری شود و ناگهان همین از مادری محروم کنند، باز یک مشکلی دیگر پیدا میشن، کودکان یتیم زیاد میشوند. من فکر میکنم که این یک ضربه سخت نسبتی همون کودکان میشن. در تاجیکستان برای مشغول شدن با تنفروشی جزای مأموری پیشنهاد شده است و طبق بند 130 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان اگر زن و یا دختری که با جرم تنفروشی دستگیر کرده شود میتوانند آن را از 200 تا 500 سامانی جریمه بندی کنند. همچنین دختری که در دوام یک سال دوباره این کار را تکرار کرد میتوانند از 10 تا 15 روز به حبس بگیرند. پیشنهاد برای سنگین کردن جزا برای نفرانی که به دلگی مشغول میشوند و یا فاحشه‌خانه تشکیل میکنند و مخصوصا اگر برای مردانی که از خدمترسانی آنها استفاده میبرند قبول کرده شود، در تاجیکستان این تجربه نو است. امرالدین علیموف، علیشیر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.